تعالی نگاه میکنه که در بین اونها یک اهل علم هم هست. الله میگفته است قیف معنیش کنین به اجازت زن اول، به اجازت زن اول اجازت است. حالا به نقطه نظر اسلام هم از روی فطرت انسانی ببینیم کدوم زن اجازت میده که شوهر زن بگیره. اصلا وجود نداره. قصه هست بگذار بگم. واقعیت هم هست. در عصرهای گذشته شوهر چند زن داشتن و ملکه دیگر زن کلان دویمه در ملکت هیچ کس زنه نیست و دیگر قدر زیاد کردن، مجبور کرد میگه که سروزیر مولد باید که زن دیون بگیری. حیران میشد، شاید در اونجا یعنی عادت نشده بود، میرود بسیار زیخ و ملال به خونهش. زن میگه که سروزیر چی خبر است؟ میگه که شاید علم گفت که زن دیون نگیری از وظیفه آزاد میکنن. خیلی میگه که سروزیر در این ملک 100 میلیون آدم زندگی میکنن، همه سروزیر نیست. من بسپار وظیفه رو زن نگیر. بعد یاد از کزیکتر شما بعد از این حالت میگذارن شو میخیزوند سروزیر میگه سروزیر مسئله زنگیری چی شد؟ میگه شوی علم تیار دیده ایستاده، میگه تا آخر ماه مهلت، اگر زنی دوم نگیری دور میکشم. میرد باز خفتر زیبتر میرد پیش زنش خونه. زنش میگه که سروزیر شوهر او چی خبر است زیب؟ میگه که شو حکم رو اگر زنی دوم نگیرم دور میکشم. خیلی شوهر سروزیر شهید میمیری هیچ گم نداره. بمردن روزی میشه، بمردن شوهر روزی میشه دیگه، با زن گرفتن طبیعتی زن است، یعنی طبیعتی خوب. در برابر این شریعت اسلامی یعنی با در نظر داشت فطرت انسانی، شریعت اسلامی اجازت زن اول رو به نظر گرفتگی نیست. عدالت رو اساس زندگی گذاشتگی هست که باید عدالت شود، اما اجازت رو شرط گذاشته. السلام علیکم برادران عزیز، برای شما کانال بهترین رو توصیه میکنم. چه خیلی کانال رو یافتن در یوتیوب در آمده، پایش رو زیر میکنیم، با حرفای انگلیسی می نویسیم تاجیکی وسیگو میره 08. پایش رو سر می دهیم. اولین شده کانال می براید. در کانال در آمده подписаться و زنگولچه رو زیر میکنیم. چی خیلی که میبینید در کانال ویدیوهای بهترین، قصه های بهترین از دلاور سفرов، همه چیزهای تاجیکی رو میتونید تماشا کنید در این کانال. رحمت پیشکی برای ابونا شدن. زنده باشه دوستان.